دوستان توی آموزش قصد داریم در خصوص پیش حقوق حکم حقوق و گواهی کسر حقوق بازنشستگان کشوری صحبت کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ سامانه یه توضیح مختصر بدم که بازنشستگان کشوری چه کسانی هستند و چه تمایز اونا با بازنشستگان تامین اجتماعی و یا سایر ارگان‌ها مانند لشکری چیه. بازنشستگان کشوری هم کارمندای دولت بودن. کارمندان دولتی اعضای هیئت علمی دانشگاه، قضات، کارمندان وزارت خارجه و غیره. نیاز به حفظ کردن این گزینه‌ها به هیچ عنوان نیست. بعد یه توضیح مختصر بود. در ادامه بهتون توضیح میدم که چطوری متوجه بشین چه شخصی بازنشسته کشوری. جهت دریافت فیش حقوق، حکم حقوق و گواهی کسر اقساط، گزینه درگاه خدمات الکترونیکی، گزینه فیش و حکم حقوقی و گزینه ورود. سه تا گزینه: کد ملی، دفتر کل و شماره حساب. تمام بازنشستگان کشوری صاحب دفتر کل هستند. تنها وجه تمایز اون با سایر ارگان ها همین. شخصی که دفتر کل داره بازنشسته کشوری حساب میشه. به همین راحتی. پس گزینه ها رو ما کامل پر میکنیم. و گزینه ورود. ستون سمت راست. گزینه فیش حقوقی و انتخاب ماه مورد نظر و در نهایت مشاهده فیش. این نمونه فیش حقوقی یک فرد بازنشسته کشوری است. و جهت دریافت حکم حقوقی مجدد ستون سمت راست گزینه حکم حقوقی، انتخاب نوع حکم که قاعدتاً باید آخرین سال همیشه انتخاب بشه و مشاهده حکم. این هم نمونه حکم بازنشسته کشور. و اما جهت دریافت گواهی کسر حقوق، همین قسمت گزینه پیشونه پیشخوان و گزینه گواهی کسر از حقوق. گزینه دریافت و در نهایت شیوه ورود. مجدد گزینه ساملی گزینه ادامه و قسمت صدور گواهی کسر از حقوق. این قسمت سبز رنگ گواهی که قبلا دریافت شده رو نشون میده. رنگ سبز نشونه تایید شدهشه. اگر قرمز بود که نشانه باطل شده. قبل از اینکه برای شخص بازنشسته درخواست گواهی کسر از حقوق بدیم باید یک گزینه رو چک کنیم که آیا توانایی دریافت گواهی کسر از حقوق رو داره یا خیر، که با استفاده از گزینه تتمه سقف مجاز قابل دسترسیه. اگر شخص بازنشسته درخواست وام با اقساط به عنوان مثال ماهی 10 میلیون رو داد
از همینجا متوجه میشیم که توانایی دریافت رو نداره. پس به این نکته حتما توجه بکنید. در قسمت پایین‌تر یک سری باکس هست. یکی از باکس ها جهت دریافت کشف از حقوق برای خود بازنشسته و باکس دیگر درخواست صدورگواهی برای اشخاص ثالث، در واقع همون ضمانت برای اشخاص دیگر. به عنوان نمونه اگر که برای شخصی قصد ضمانت رو داشت، یک سری ردیف قابل نمایشه که همه رو باید پر کنیم. به عنوان نمونه بانک ملی، و همینطوری تا انتها گزینه‌ها رو پر کنیم. پس از اینکه فرم رو پر کردیم، گزینه تایید، گزینه بله و در نهایت گزینه تایید. و پس از اینکه تاییدیه تلفن همراه شخص بازنشست رو گرفتیم، همچین گزینه قابل نمایشه. این نمونه گواهی کسب از حقوق صندوق بازنشستگی کشوری.